بزوس یه فرضیه داره که طبق اون اگه در یک ملاقات کاری به بیشتر از 2 پیتزا برای سیر کردن افراد حاضر نیاز داشته باشید، تیم شما بیش از حد بزرگه و نمیتونید با حد اکثر کارایی به فعالیت بپردازید. جف بزوس صاحب بزرگترین خرده فروشی اینترنتی در جهانه. جف بزوس در 12 ژانویه 1964 در نیومکزیکو به دنیا آمد. او تحصیلاتش رو در زمینه علوم کامپیوتر و مهندسی برق در دانشگاه پرینستون تموم کرد. او تا سال 1995 در شرکت سرمایه‌گذاری شو به عنوان جوان‌ترین نایب رئیس در سن 26 سالگی به کار مشغول بود و سپس برای پایه‌گذاری آمازون شغل خودش رو رها کرد. بزوس که به ایجاد یک فروشگاه برای خرید از راه دور علاقه‌مند شده بود، در ابتدا کارش رو با کتاب آغاز کرد. دلیل این کارش این بود که در اون زمان تنها محصولی که هیچ شرکتی اونو از راه دور برای کسی ارسال نمی‌کرد کتاب بود. شرکت آمازون کار خودش رو در یک گاراژ 40 متری شروع کرد. اونا حتی یه میز معمولی برای بسته‌بندی سفارش‌ها نداشتن و همه کارها رو به صورت دستی در حالی که روی زمین سیمانی زانو زده بودن انجام میدادن. بزوس دوست داشت تا کمپانی را کدبرا نامگذاری کنه که از عبارت ابرا کدبرا که شعبده بازها در حین شعبده بازی استفاده می‌کنند گرفته شده بود. چیزی معادل همون عجیمجی لاترجی خودمون. اما وکیلش به او گفت که این نام بسیار شبیه کداور است که به معنای بدن مرده است. در نتیجه اون نام آمازون رو برای کسب و کارش انتخاب کرد. جف در مورد این نام میگه آمازون نام بزرگترین رود جهانه. من نیز باور داشتم که سایت کوچکم روزی به بزرگترین کتابخونه جهان تبدیل میشه. در لوگو آمازون یه فلش از حرف A به سمت Z کشیده شده که این نشون میده از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو میتونید در فروشگاه آمازون پیدا کنید. اما آمازون در ابتدا اینگونه نبود. این فروشگاه پرمحصول در اوایل کارش تنها یک کتاب فروشی بود. نکته دیگر این لوگو طرح لبخندی است که با همین فلش ایجاد شده و توجه بیننده رو به خودش جلب میکنه. بزوس علاوه بر کسب و کار اینترنتی 2 تیپ فروشگاه فیزیکی نیز افتتاح کرده. اولین مورد یک کتاب فروشی در سیاتل و دومین مورد فروشگاهی برای برترین محصولات سایت بود. آمازون نام این فروشگاه‌ها رو 4 ستاره گذاشت. در این فروشگاه فقط محصولاتی که 4 ستاره از مشتریان دریافت کرده باشند به فروش می‌رسند. قبل از اینکه به سنت‌ها و قوانین عجیب آمازون بپردازیم، این ویدیو رو لایک کنید. بزوس مدیریه که از نگاه‌های رسمی، رفتارهای رسمی و حتی دفتر رسمی خوشش نمیاد. محل کار او رو یه میز چوبی معمولی تشکیل داده. هیچ یک از کارمندان آمازون جای پارک رایگان ندارن. اگر پارکینگ بخوان باید کرایه اون رو پرداخت کنن. نزدیک آسانسورها روی یک صفحه فلزی سیاه رنگ با حروف سفید چنین نوشته‌ای حک شده: چیزهای بسیاری هستند که هنوز اختراع نشده‌اند. اتفاقهای جدید بسیاری در آینده رخ می‌دهند. مردم هنوز هیچ ایده‌ای ندارند که اینترنت چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت. ما هنوز در روز اول این راه طولانی هستیم. استفاده از اسلاید در شرکت آمازون ممنوعه. جف بزوس معتقده که کارمندان به جای وقت تلف کردن برای ساختن ورقه‌های اسلاید، باید ایده و گزارش خودشون رو در قالب یک متن حد اکثر 6 صفحه‌ای بنویسن و در جلسه ها اونو بخونن. اون معتقده که چنین کاری باعث میشه تفکر نقادانه در میان کارمندانش شکل بگیره. یکی از نقاط ضعف آمازون در سالهای اخیر تغییر تمرکز خود از خرده فروشی آنلاین به بخش‌های دیگره که با یکی از گفته‌های بزوس متناقضه. او گفته بود که شرکت‌های نوپا باید در حد پرتوی لیزر متمرکز باشند. بسیاری از استارتاپ هایی که من میبینم و با اونها صحبت میکنم میخوان خیلی کارها رو با هم انجام بدن. این مهمه که منابع ارزشمند اولیه خود رو که بسیار هم محدود هستند روی یک نقطه متمرکز کنید. حالا سوال اینجاست که آیا بزوس در اثر گذشت زمان گفته خودش رو فراموش کرده یا اینکه افزایش سود در بخش‌های دیگه یا پاسخ به نیازهای تکنولوژی در آینده برای آمازون مفید خواهند بود؟ آمازون در لیست 100 برند برتر دنیا در سال 2023 با ارزشی حدود 277 میلیارد دلار در جایگاه سومه. در ویدیو بعدی با هم به یک ماجراجویی جذاب دیگه میریم.